اگر مسلمانی درباره نظام اسلام، مسلمانایی که در غرب بگوین که ما میخوایم که خلافت اسلامی احیا شود، فوراً او دستگیر میشه و سر از او صدها علامه استفهام گذاشته میشه. مسلمانی که بگه ما از اسلام یعنی سیاست، اله کسی است که قانونش تطبیق میشه. در رأس سیاست اسلام پیغمبرها قرار داشته. تو چطور میگی من مسلمان هستم و با سیاست داخل ندارم و تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و هستی؟ بر از این مسلمان میگه که تو پیرو ما بودی؟ بسیار کم عقل انسان بودی. من حکومت نساختم، من جبهه نداشتم، من در جهاد نمی رفتم، من قاضی نداشتم، من دیپلمات نداشتم، من سفیرها را روان نکردم. خیمه چی میکردم که تو مسلمان سیاست دست می داشتی؟ اله چی را میگه که خودت کلمه میخوانی که نیست هیچ کسی؟ پس سیاست قانون است، رول آف لا، حاکمیت قانون. پس تو حاکمیت قانونه. چه قسم تو در سیاست غرض نداری که دیگرها حکومت بگیره و تو تنها در نصف دین باشه؟ این از معنای چی فهمیده میشه؟ که یک روز این انسان معنای دین فکر نکرده، که قرآن نخوانده، که دین ملک یعنی سیاست و قانون نظام ملک، دین اسلام یعنی سیاست و قانون و نظام الله. آیا نظامی که الله روان میکنه فقط امی است که تو نماز بخوان، روزه بگی و حج برو فقط؟ زکات در کدام نظام تطبیق میکنی؟ زکاتی که آل میتن همین زکات اسلامی است؟ یا وظیفه نظام اسلامی است که زکات بگیرن و دولت اسلامی باید این زکات بگیره و این مؤسسات رو در راهش مصرف بکنه؟ پس ببینید که عدم فهم دین و باز شیطان آنقدر بعضی کسایی که این قسم گپا را میزنن آنقدر این از خود راضی ساختن که از کلگی که در خود دیندار میگیره. از علما کدام یا این خوب دیندار است، خیر است، ما بی سواد هستم، ما خود دیندار هستم، من سعی که ما 5 وقت به نماز جماعت میرم، اما با سیاست ما غرض نداریم. معنی کلمه را نمیفهمه و در جلسه درس هم نمیشینه که معنی کلمه را بفهمه.